سلام به دوستای خوب و هنر دوستم. اولین جلسه طراحی رو با هم که شروع میکنیم. خب ابتدا من وسایل مورد نیاز برای طراحی رو به شما میگم که باید چه چیزایی تهیه کنید. یه دفتر داشته باشید، یه دفتر معمولی. حالا شما میتونید چند تا ورق کاهی داشته باشید، چند تا ورق سفید داشته باشید، چند تا ورق آچار داشته باشید، یا یه دفتر نقاشی فیلی، یا یه دفتر نقاشی کوچیک، یا یه دفتر نقاشی سیمی مثل دفتر من که برای طراحی مناسب باشه. هر کاغذی برای طراحی مناسبه. هر چیزی که ما بتونیم روش بکشیم برای نقاشی و طراحی مناسبه. پس خیلی سخت نگیرید. غیر از کاغذ گلاسه. منظورم این کاغذ هست. نگاه کنید این کاغذها به راحتی مداد روش نمیکشه. اما یه کاغذی که یه مقدار بافت زبرتری داشته باشه مداد راحت میکشه. خب چه چیزایی لازم داریم؟ دفتر رو که بهتون گفتم، یه پاکن معمولی هر چی باشه. بعدن که جلوتر رفتید شما برای اینکه رد مداد روی کاغذ و مقواتون نمونه، یه دونه پاکن این شکلی که از این پاکن خمیریا هستش، حالا هر برندی نیاز دارید. 3 تا مداد ازتون میخوام. نیا کنید یه مدادتون هاشبه باشه. هاشبه هم مدادیه که شما باش مشق مینویسید. همه خونه ها توش یه مداد هاشبه وجود داره که اینه. این مداد هاشبه بچه نگاه کنید مغز کمرنگ و سخت‌تری داره. یعنی مداد ما هر چقدر هاش داشته باشه مغزش چیه؟ مغزش سفت‌تر و کمرنگ‌تر هست. تا یه هاشبه میخواین می نویسم براتون، ببینید هاشبه. خب مداد بعدی چیه؟ مداد بعدی ما این دو به نگاه کنید. وقتی ما مدادمون ب داره یعنی چی؟ مغز نرمی داره و پررنگتر. خب حالا 2ب اوکی؟ این 2ب. و مداد بعدی ما 6ب. 6ب مدادیه که از این 2 تا مداد قبلی ما مغز پررنگتر و نرمتری داره. پررنگتر و نرمتر. خب که میشه چی؟ 6ب. اوکی. حالا نگاه کنید من با هر 3 مدادم برای شما خط میکشم تا شما ببینید که این خط ها چه اثری روی کاغذ میذاره. نگاه کنید این مداد هاشبه من بود، این مداد 2ب من بود و این مداد 6ب من بود. باشه؟ این 3 تا مداد رو خواستیم یه پاکن، یه دونم ورق یا دفتر. بعدها که اگه خواستیم ریزه‌کاری سر چهره یا اشیاء بیجان یا حالا منظره درختمون بریم، میتونید شما یه دونه اتود با خودتون داشته باشین که جزئیات رو با اتود بنویسید که مغز اتود شما مغز سفتی هست و اثرگذاریش کمتر، اما برای خطوط ظریف ازش استفاده میشه. اوکی؟ باشه شروع میکنیم با هم دیگه.